مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیکی در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. به شرف یوسفی، جواب عینی به مکتوب یوسفی، 2 ماه 8 سال 36 سمرقند. به رفیق شرف یوسفی، خطتان دیر رسید. سببش این است که من در سمرقند می ایستم، اما شما خط را به استالین آباد فرستادید. از خط شما خیلی ممنون شدم، زیرا برای یک نویسنده بهترین مکافات ها خواندن اثرهای اوست. حاضر با همین پوچتا به شما 1 دانه غلامان، 1 دانه آدینه چاپ سوم، 1 دانه مکتب کهنه و 1 دانه هم یادگاری مجموعه شعرها می فرستم. به زمین به استالین آباد، به تاجگیز، کنیگا سنتر، اداره تاجیکستانی سرخ و کل پروپسیکا خط کردم که برای تأمین کردن پامیر از کتاب چاره بینند. البته خود نویسنده خوانندگان را با کتاب تأمین کرده نمیتواند. این وظیفه کنیگا سنتر است. بنابراین است که حکومت و پارتیا تشکیلات کنیگا سنتر را به وجود آورده است. به سلام رفیقانه، آدرس من سمرقند، لنینسکی رایون، کوارتال قرقونچه، دام 10 عینی. به ابوالقاسم لاهوتی، 21 ماه 10 سال 36 سمرقند. رفیق شفیق محترم لاهوتی، من همان روز استقبال شما بنابر تنگی وقت همه احوال خود را به شما گفته نتوانستم. گفتنی سبب‌های هم که به زودی برفتن من به استالین آباد مانع بود فراموش کردم. من بنابر بیپولی ریمونت حولی را ناتمام گذاشته بودم و همین روزها منتظر بودم که از تاشکند پول آید و ریمونت را تمام کنم. اگر دیر کنم باران سر شده کار میماند. دوم، برای بلیت راه آهن هم در سمرقند کمش 1 هفته منتظر باید شوم و این چنین تا گرفتن پول از تاشکند برای خراجات راه هم پول نداشتم. وقتی که تلگراف عدل پیچتنی سکه تاجیکستان را گرفتم مجبور شدم که مانعه ها را روی راست گفته عذر خواهم. امیدوارم که از این کاری من شما خفه نشوید و از من نرنجید. اگر بهانه دیگری یافت شود ممکن است که در اولهای نوامبر روم، به شرطی که تا آن وقت شما در آنجا باشید و پیشتر خبر دهید که من بلیت تهیه کردن توانم. با کمال عذرخواهی عینی. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه‌های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه‌ها
نامه‌های اصالت‌آفر و آرمانگرای ملی. نامه‌های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه‌های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. با محمد جان رحیمی 19 ماه 11 سال 36. رفیق رحیمی: من همان شب در پویزد بیمار شدم. سمرقند آمده به دکتر نشان دادم، گریپ شده بودم. دوا نوشت، بانکه فرمود و از خانه برآمدن را منع کرد. این است که تا حال در خانه می خوابم. امروز بروی حولی برآمده به خانه کار در آمده این خط را نوشتم: اگر شما چیزهای من فرموده را به دست در آورده به من فرستانید، در هر بار به من خط کرده با پاسیلکه یا که با بگاژ فرستادنتان را نویسید تا که من چی آمدنش را پیشکی خبردار شده ایستم. با بگاژ و یا با پاییز فرستانید. البته کفتنسهش را هم به من فرستانید. به رفیق حمدی، دهاتی، ترسونزاده، حکیم، جلال، غنی و دیگر رفیقان سلام رسانید. این بار هم نمرده خلاص شدم وگرنه دردی بد بود. اگر به وسپلینی میگشت میمردم. با سلامی رفیقانه عینی. آدرسی من: سمرقند، لینینسکی رایون، کوارتل قرغنچه، نمر 10 عینی. سامعان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت